یک سلام و پیغام، یک سلام درود به پایان با تماشابینان عزیزی که ما را تماشا کرده با هوس. اینم خیلی سوچاکورا یا که شما نمیدونم چای و پیچین بچه را کنفت و کنفت بچه را پیش تانده بمونه اینا به حضور باشه ویدیو را تماشا کنین. بایی خیلی برادرها در همی سامانه یوتیوب وقتای آخر یوتیوب کنکرت نسومی نازده سای البته را کسانی که هنر دارن هنری خودش پیشکش میکنه و هر یک دقیقه که مثال هنری خودت پیشکش مردم میکنی همون دقیقه برای تو ارزنده و همون دقیقه برای تو سون میبیره. پس این فرصت از دست ندین. پس همین سخنهای ما را تا آخر گوش کنین و برادر و خوران عزیز کانال های فروشی داریم مانتیزاسیا دار. انا شما میتونین ویدیوی خودتون پارت و اینو سون کار کنین و باز کانال های داریم که مثال کنکرتن اونها هم فروشی های و شاگیدو کسی وقتی مانتیزاسیا روی میکنه شاگیدو اشیب که میشه و همون دویمش برادر اینو رو هم حل میکنیم و کسانی که مانتیزاسیشون گیران بود بعد مرد اینوش هم حل میکنیم و کسانی که مثال نالوگشون پر کردگی نیسته یک خیلش حل کرده نمیشه قیمتره که یک خیلش حل میکنیم. این نالوگ ای $100 کروچی اینی شما را $30 میگیره. شما $100 کار میکنین $30 یوتیوب میگیره $70 شما را شما میزنین $30 یوتیوب میگیره 10 ماده مثلا $100 уже $300. اگر شما $200 کار کنین $600-700 سالش دا میگیره. خلاصه نیمی بودجت شما را یوتیوب میگیره. همین کار حل شونده برادرها کسانی که کانالشون اکتیو نیای کسانی که کنکرت یوتیوب سون کار میکنن همین اشکار را از دست نتین. همین نالوگ اینفرماسیا را پر کرده برای شما چیکار میکنیم میتیم. کانال های فروشی برادرها نرخشون هسته $2000 подписчик داره $5000 подписчик داره $2000 подписчикش акция قطعی $20000 و $5000 подписчикش باشه برادرها خواهران عزیز نرخش $25000. باز یک کانال دیگه زویره برادرها انا последнее время همشان مسلمانی کردگیم بهترین کانال برادرها پین کد داره از همه اساسیش پین کد داره برادرها انا در شاتش باشه $120 پول داره. نرخ کانال акция قطعی سروشنا فروخته میشه و با مقدار $20000 نه $50000. اگر 50 تا وزمین تر باشه پس این همی $20-25,000 را بگی پین کد نداره. یک ماه مهنت کن 20 روز مهنت کن ویدیو بپرتو $7-8 کار کنه ادرسی правильный خودمون میزنیم پین کد گرفته میتیم. پین کد در تاجیکستان 500 سومونی در روسیه باشه در حدود روسیه باشه همگی $3000. این همختری شانس رو برادر رو از دست نتین. انشالله که برای شما پلیز نبود. باقی همه تونه با الله مهربان میسپارم تا ویدیوی آینده باشه با ما بمونید.